شما شنونده پادکست کباب آداب دارد شمرون کباب هستید. امروز نمیخوام بهتون سلام کنم. اصلا میخوام رویه متفاوتی رو پی بگیرم. داره بهار میاد و عید میشه و من که تمام زمستون رو از آداب کباب براتون گفتم، حالا در تقاطع خواب زمستانی و خواب آلودگی بهاریم قرار دارم. پس باید برم و شاید با برف سال دیگه دوباره برگشتم. پس باید برم ولی شاید با برف سال دیگه دوباره برگشتم. مثل ننه سرما. بله، این قسمت آخر پادکست کباب آداب دارده. 10 قسمت با هم از انواع کباب گفتیم و شنیدیم و با آدمای واقعی و بعضن تخیلی تو تاریخ سفر کردیم. امروز میخوام از شمرون براتون بگم، نه از شمرون کباب. شنیدین میگن به ریش نیست به ریش است؟ یعنی اگه شمرونی نبود حالا شمرون کبابی هم نبود که 3 شعبه رنگ و رنگ کباب داشته باشه. شاید از خودتون پرسیده باشین